درود به شرف آقا سیاوش. همین صحنه‌ای که الان بهتون نشون دادم، بهروز وثوقی با گوگوش روی موتور، آخه چی من باید به شماها بگم؟ اسداللهی و بقیه که پشت صحنه هستین که هی دارین به شاه چیز میکنید، موتوری که سوار شدی تا دیروز پدران تو سوار درشکه و اسب و الاغ و یابو بودن. جاده‌ای که داری میای تا دیروز این جاده مالرو بوده، جاده جالوس. اون زنی که نشوندی پشتت اینجوری کمرتو اینجوری صفر چسبیده، موهای بلندشو باد داره میزنه، اون تا دیروز تو کفن بوده. اون تیشرتی که پوشیدی، شلواری که پوشیدی، عطر اتکلونی که به خودت زدی، تا دیروز پدرانتون بود گوه میدادن. بعد با این همه امکاناتو بهتون داد، بعد به شاه بگی وقتشه رفتن وقتشه. خب طبیعیه که میای تسلیت میگی به نبوی، طبیعیه که عشق میکنی شاهین نجفی اونجاست. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. من یک سلطنت طلبم، من شاه پرستم، خدای من شاه من خدای من، جانم فدای پهلوی، جانم فدای پادشاه. اعلی حضرت دستور بدن عین 3 لیتر 4 لیتر خونم و فدای ملت ایران میکنم، هیچی هم نمیخوام، هیچ کم زیر جنازه نه، جنازه بزن تو مسترا. جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ملت ایران. پاینده باد ملت بزرگ ایران، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. مرگ بر هزاران فاسد، مرگ بر هر چی خائنه، لعنت بر پدر و مادرتون. تا فردا شب زنده و جاوید با سلسله پهلوی، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. پاینده ایران جاوید شد.